این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. صدق الله العظيم. در درس‌های گذشته بیان کردیم که هرگاه علائم کبرای قیامت ظهور بکنه و با آخرین مرحله خود برسه، به حدی که دنیا فقط به کافرها باقی بمانه. 120 سال بعد از وفات حضرت عیسی روح الله علی نبینا و علیه الصلاة والسلام حالت بروز میکنه که بالکل نزدیک میشه به ای که قیامت برپا بشه، به اندازه شطوره که آبستنه و پاها را باز کشیده به خاطری که بزاینه. همین حالت و در چنین حالت و اوضاعی که هرج و مرج میباشه و کافرها حکومت و یا بگیم حالت و خود زمین با آنها باقی میمانه، یک دفعه سور اسرافیلی دمیده میشه که از او به بعد دیگه باز موضوع حساب و کتابه. به طور کلی حضرات علما رحمهم الله میفرمایند دو سور میباشه. یک سور اسرافیلی که از بین برنده عالمه و همگی را نیست میکنه، نظام علوی و سفلی را. اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت و یوم ترجف الراجفه، همگی از بین میره. عالم نیست میشه، نابود میشه و به مرحله عدم میرسه. بغیر از پروردگار دیگه کسی باقی نمیمونه. هو الاول والآخر. خداوند که ابتدای هر چیز از اویه، از برای او ابتدای نمیباشه. خداوند که انتهای هر چیز به او برمیگرده و وارث آسمان ها و زمین خداوند تبارک و تعالی. دیگه کسی در روی هستی موجود نمیباشه، همگی هستی از بین میره بجز الله ذوالجلال. ای که چی مدت باز طول میکشه تا ای که پس سور دوم دمیده باشه. این زلزلة الساعة شیء عظیم، اذا زلزلت الارض زلزالها. یہ موضوع زلزله دوم ہے. تتبعها الرادفه، با دنبال سور اول که مدت او و فاصله ای دو سور خداوند تبارک و تعالی میدانه، سور دوم، شیپور دوم دمیده میشه که به اونجا دیگه همگی از قبرها بیرون میشن. و اذا القبور بعثرت، هنگامی که قبرها همگی تهرو بشه. اخرجت الارض اثقالها، زمین تمام سنگینی های را که
در خود نهاده و در خود جای داده به سالیان سال همگی را بیرون مندازد و همگی به صحرای محشر حشر میشن، لختند، پالوچ می باشند و مادرزاد یعنی نابوریده، حفاتن عراتن غرلن در حدیث مبارک میاد. اولین کسی که پوشیده میشه جناب حضرت ابراهیم خلیل الله علی نبینا و علیه السلام میباید، زیرا اولین کسی که در راه خدا او را برهنه کردند و با آتش انداختند حضرت ابراهیم علیه السلام. ولیکن این عذاب قبر که پیغمبر خدا علیه السلام حولها و حراسهای او را در احادیث مبارک خود بیان می‌فرماید، به پیش کافر طایفه وقتی که این روزه می‌بینه بالکل این قبر آرامگاه تلقی میشه. من بعثنا من مرقدنا، کافر طایفه میگه از این آرامگاه ما چه کسی ما را بالا کرد؟ با ای که انواع عذاب برای از اونا میرسه به کافرها، لیکن گفتیم نسبت به این حالت یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. حالت عجیب حالتیه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، به مثل خود ملخ توده بزرگ ملخ که یکی بالا یکی دیگه، یکی به هر راه میره، سرگردانی، پریشانی. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که از نهایت حول و هراس و سراسیمگی و دهشت و وحشت اگر بچه خورد ما فرض بکنیم شیبن پیرمرد میشه، به این حالت هراسانه و به این وقت که از جهت شدت حول و هراس ضعف میایه به همگی. صعق من فی السماوات والارض، صعقه و بیهوشی همگی را فرا میگیره. و اول من یفیق، نبی ما محمد مصطفی علیه السلام اولین کسی که از این حالت بیهوشی به هوش میاد. نبی الله علیه السلام میفرماید که میبینم که جناب حضرت موسی کلیم الله علیه السلام قوائم عرش و پایه‌های عرش پروردگار را محکم گرفته داره. نمیدانم دیگه که پیشتر از ما به هوش آمده یا ای که همون صعقه توری که بر حضرت موسی کلیم الله آمده بود در دنیا و خر موسی صعقا، همون صعقه و بیهوشی کفایت حضرت موسی را کرده و بیهوش نشده. مطلبی که این همه سرگردانی، سراسیمگی در این انسان ها می باشه، معلوم نیه که چگار باشه. حالات بحرانی به اندازه که هر کس به اعتبار اعمال خود غرق در عرق باشه. یکی تا بجلک پا در عرق غرق، یکی تا به زانو، یکی تا به ناف، یکی تا به سینه، یکی تا چنبره گردن و یکی هم مثل که عرق لجام از برای او شده باشه. همینطور حالت و این حالت تا کی ادامه داره؟ این وحشت و دهشت و ترس و هراس و هرچه میشه بشه دیگه، حساب و کتاب شروع بشه. پس بیایم یک کسی را پیدا بکنیم که بره به پیش پروردگار و شفاعت همگی جهانیان بکنه که حساب و کتاب شروع بشه دیگه. بریم پیش آدم علیه السلام ابوالبشر اول
پیش حضرت آدم میرن که او ما ترا ما بلغ الناس، نمیبینی که مردم به چی حالت رسیده، ای دهشت، ای وحشت، ای حیران بودن و بالکل نمیفهمه که چی گپه. پس اگر شما شفاعت بکنید به خداوند تبارک و تعالی، حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام میفرماید که به اساس خطای ما شما از جنت بیرون شدید، به این همه مشکلات و زحمت ها شما مبتلا شدید و امروز هم روزیه که پروردگار به یک غضبه که هیچ کس را طاقت گفتگو با پروردگار نمی باشه. نفسی نفسی، فقط خداوند خود مر نجات بده. بم فکر خود کنیم باشم برید پیش کس دیگه. باز دوباره مشوره شد بریم پیش نوح علی نبینا علیه السلام، عبدالغفار و ابوالبشر دوم، پیش از اونا بریم و پیش اونها که میرن باز هم تقاضا اگر به پیش پروردگار بره آنها هم رد میکنن که این روز نیه که با خداوند تبارک و تعالی کسی را توان گفتگو باشه. و من یک دعای کردم که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بر روی زمین یک کافر را می پروردگار نگذار. این تو دعای کنی. بیایی که گفتم انه من اهلی، ای پروردگار این بچه ما که از اهل ما بود، تو ما وعده دادی که اهل تو را حراک نمیکنم ولی خو غرق شد کنعان. همینطور یک دعای کرده بودم دیگه من خجالت میکشم تا پیش پروردگار مبارم شفاعت بکنم، لحاظا پیش کس دیگه بره. به مرحله سوم پیش ابراهیم خلیل الله علی نبینا و علیه السلام میرند و ایشان هم معذرت خود پیش میکنند که من یک سه گپ گفتم که از همون گپا من مناسب نمیبینم خود که برم پیش پروردگار و شفاعت بکنم. یکی که به همون کلان خود مصر و به طاغوت مصر گفتم هذه اختی، خانم من گفتم یه خواهر من، یعنی تو علنی نگفتم که یه خانم منه هرچی میخوایی دستو میشه بشه بکو پروردگار ناصر و مددگار من، ایتا نگفتم، از توریه کار گرفتم. هذه اختی خب بیزو هم زن و شوهره، خب بازم چون که بر ملت واحده دیگه هیچ کس بر ملت زنانیه، خواهر و برادر دینیه. و دیگه ای که گفتم اینی سقیم، جایی که علنا بگم که ای جشن شما، ای سالگرده های شما کفر شرک با خدا ما شرکت نمیکنم، گفتم اینی سقیم مریضم، واقعا مرض روحی، تکلیف روحی از این حالت و از این دیدن ها داره دیگه خود پیغمبر ابراهیم خلیل الله، لیکن تصریح نمیکنه زیرا وقت و لحظه مد نظر می باشه. بل فعله کبیرهم هذا، من نگفتم که من شکستم خوب کردم هرچی که دل شما میخواه بکنید، گفتم که همین بوت کلام همین رو شکسته، او هم یک الزامه، او هم یک دلیل و حجته بر علیه کافرها که بپرسید دیگه این بوت کلام شما این پرستش میکنید بگید که شما را همین خورتکار کی شکسته، از او بپرسید. ولیکن این تصریح نکرد، لحاظا این سخن از ما سرزده شده در مقام توریه و من نمیتونم که شفاعت بکنم. برید کسی دیگه، برید پیش موسی کلیم الله علیه السلام، صاحب حیبت بزرگ، صاحب جبروت و همچنین همون مظهر جلال خدا، پیش از اونا برید. پیش از اونا که میره اونا هم معذرت میخواه که من یک کافر فرعونی خود چپات که زدم مرد، پیش از این که امر باشم به که او را بکشم، در چه کافرم؟
کافر اگر کشتم بشه او پروا نداره، لیکن با مقام موسی کلیم الله دیگه با مقام پیغمبری یک کمک خلاف اولا بود. دعوت، ارشاد، نصیحت به طرف دین مبارک خود او را دعوت کردن نازمان نمیتون. برید به پیش حضرت عیسی روح الله کلمت من، کلمه پروردگار عیسی روح الله، برید پیش حضرت عیسی روح الله علیه السلام که میرند. حضرت عیسی هم معذرت میخواهد که من به این مقام نیم. وجه حضرت عیسی ذکر نمیکنه، در حدیث مبارک کدام وجه نمی باشه، ولیکن بازم همین اندازه که غلو کرده نصرانی ها درباره ما و مادر ما که ما و مادر ما را خدا قرار داده، ما کی باز همینطور رو میشه که برم پیش پروردگار، برم به پیش محمد امین نبی آخر الزمان علیه السلام، برید به پیش جناب. همه اگر کافر، گبر و ترسا، هر چه که هسته از همین فرقه هایی که در تمام تاریخ اسم آزو شنیده شده یا نشنیده شده، میرن به پیش محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اگر شفاعت ما بکنی ای پیغمبر، ای نبی آخر الزمان. اینی که ما به چی حالیم، بالکل سرگردانی، وحشت، همگی ما فرا گرفته، آخر ما معلوم نمی باشه. به اینجا که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر آخر الزمان تشریف میبره، پیش میشه و حضور پروردگار و سجده میکنه. او طور محامد و ثناهای را پروردگار به ما میفرماید یاد میده در او وقت که به اساس او ثناها و او محامد که آل امروز به یاد منی و به او وقت به ما القا میکنه پروردگار، خدا میفرماید که ارفع رأسک، سر مبارک خود بالا بکن ای پیغمبر علیک السلام، اشفع تشفع و سل تعطه، شفاعت بکن، چی میخوای بگو تا ای که ما برآورده بکنیم. همین حساب و کتاب شروع بشه ای پروردگار. اینجا که دعا پذیرفته میشه و همون شفاعت کبراه که پیغمبر خدا علیه السلام در حق تمام امت ها حساب و کتاب شروع بشه. کسی دیگه توانی را نداره که تقاضا بکنه از پروردگار. پیغمبر آخر الزمان به اساس تقاضای ایشان حساب و کتاب همه شروع میشه. این را گفته میشه شفاعت کبرا. پذیرفته که شد این تقاضا، خداوند تبارک و تعالی و جاء ربک والملک صفا صفا، نزول بلا کیف میکنه پروردگار و محکمه عدل الهی دایر میشه. فرشته ها هم همگی صف میبندند به پیش روی محکمه عدل الهی به احترام خود این محکمه و سوال شروع میشه. سوال اول از پیغمبرهای علیهم السلام رساندید همون چیزی را که ما گفتم. این در محضر تمام ملت ها خداوند خود میدانه، ولیکن به خاطر ای که گوش زده باشه به سوال دوم، توطئه و تمهید به سوال دوم باشه. رساندید؟ بله رساندید. چی برخورد کردن با شما امتهای شما؟ هر کس همو جواب خود خورد میده از پیغمبرها علیهم السلام. نوبت میرسه به امتها، از امتها سوال میشه. از امت نوح علیه السلام سوال میشه که این نوح، این عبدالغفار به شما رسان؟ نه نرسان، بالکل ما پیغمبر ندیدیم پیش ما. اینا خود میگن نرسان، نه من رساندم. شاید داری؟ ها کیه؟ امت محمد مصطفی علیه السلام. امت میاد و بیان میکنه که رسانده ای حضرت نوح، شما چی خبر دارید که رسانده؟ هزارها سال بعد از ما میایید شما و آمدید. ما در قرآن عظیم و شأن دیدیم سوره به نام سوره مبارکه نوح می باشه، حالات انبیا به کرات و مرات بیان شده
ما به قرآن عظیم و شان ایمان داریم و ایمان داشتیم که کلام الله می باشد. لحاظا الزام بر امت حضرت نوح میه از هر خود امت پرسان بشه، از هر شخص پرسان میشه که جواب این سوال ها یکی انکاره، 100 دفعه عرضه میشه. یکی انکار، والله ربنا ما كنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. کی میگه ما مشرک؟ گناه خود انکار میکنه، حالا که در محکمه عدل الهی گناه منکر شدن از او صورت نمیتونه بگیره، دهانها مهر میشه و اینجی 3 شاهد به میان میاد که شاهد اول این دست و پا و سر و صورت و چشم و گوش می باشه. با ما به نامحرم نظر نکردی، به موسیقی و به خود رقص و سماع گوش ندادی، با ما در فلان جا و فلان جا، با ما پاها به طرف خود معصیت خداوند تبارک و تعالی نرفتی، با ما دستها که هست نگرفتی چیز حرامه، همگی دست و پا به خداوند تبارک و تعالی شهادت، دهن بسته، مهر زده شده. این شاهد اول. شاهد دوم می باشه زمین، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، زمین را خدا دستور میده که بگو ماجراهای خود را که بر روی تو چی کار شده و این نفرها چه کار کرده، نسبت به یک شهادت میده. به همین قسمت از من تو زنا نکردی، کفر نکردی، بر علیه پیغمبر نجنگیدی، شمشیر بر نداشتی بر علیه اسلام و مسلمین، چنین و چنان نکردی. زمین شهادت میده، به نفع مسلمان و مؤمن و متقی هم شهادت میده. این متقی و این مؤمن در همین قسمت از من نماز خون، به این قسمت از من این کار خوب کرد، به این قسمت از من این کار خوب کرد، همه گیر یا به ضرر یا به نفع شهادت میده. و به می ترتیب به همراه هر نفس سائق و شهید می باشه، شاهد می باشه او کرام الکاتبین که در هر جا با انسان هست، در اغلب اوقات بروی شانه چپ و راست هست، مگری که با تشناب بره نفر، مگری که کشف عورت صورت بگیره، کمکی دورتر میشه، مگری که با خانم خود هم بستری بکنه، کمکی دورتر میره از حیا. ولیکن تمام حالات بنده ای دو بر از او شاهد و رقیب می باشه. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، گفتهازی، نیتهای ایره، افعال ایره، همگی را یه همگی چک کرده میره، یه هم شاهد بسیار بزرگه. یه خود نشد دیگه این کار. مرحله دوم معذرت خواهی، غلط کردیم، بد کردیم، ای خدای اگر ما را پس به دنیا برگردانی که ما دیگه میفهمی که از او به بعد دیگه با چی خواهد کردیم، چی جان نثاری، چی شجاعت ها و رشادت ها در راه دین، چی صدقه هایی که ما باز به تو روان نخواهد کردیم. ولیکن نمیشه دیگه. این معذرت خواهی ها به حضور محکمه ها پیشتر خود دنیای بود، دروازه توبه باز بود. به اون اگر معذرت میخواستی، ندامت میکردی، اشک ندامت میریختندی، خیلی ثواب پیدا میکردی که محبوب پروردگار قرار میگرفتی. به اینجا ندامت به پیش رو محکمه اقرار خود او کس مثبت جرمه، با یک شاهد ها هم وجود داره. و اینجیه که نامه های اعمال باز داده میشه، یعنی وزن اعمال صورت میگیره، اعمال وزن میشه که هر کس به اعتبار عمل خود جزای بر او مرتب باشه. و او کسی که ترازودار می باشه
حضرت جبرائیل امین علیه السلام می باشد، مطاع ثم امین، از او دیگه باز امینتر در میان فرشته ها چه کسی می باشد؟ رئیس فرشته ها، ایشان می باشد ترازودار و یک پله ترازو سراسر نوره که با او کلمه توحید، اذکار، عبادات، خیرات، امور خیر که نفر انجام میده وزن میشه، سراسر نوره. یکی دیگه سراسر ظلمته که شرک و کفر و فلان و فلان و فلان معصیت ها، از ظلم و ظلمات یوم القیامه به اونجی باز وزن میشه. و چند کس از وزن اعمال مستثناء، پیغمبرها علیهم السلام که سراسر نور و سراسر رحمت پروردگار. مجانین، کسانی که در این دنیا دیوانه بودن، مکلف نبودن، و همچنین کسانی که نابالغ بودند و وفات کردند، به سن بلوغ نرسیده، دختر، پسر، گناه را مرتکب نشده، از چیزی نیه که او وزن بشه و ترجیح داده بشه یکی بر دیگری. و هرگاهی که وزن اعمال صورت میگیره، بعد از وزن اعمال نامه ها داده میشه به دست هر کس، تطایر صورت میگیره و مثل پرنده وری که بیای خود همین نامه به دست هر کس صورت بگیره. لیکن در مقام وزن اعمال بعضی که خیلی عقل پرست و عقل بین می باشه، هر چیز با خود ترازوی عقل می سنجه، اینا یک شک و شبهه که خداوند تبارک و تعالی بر همگی چیز عالم، پس این وزن به چی خاطر گمان میکنه که البته وزن پروردگار اعمال را به خاطر اطلاع یافتن بر مقدار و بر کیفیت اعمال، مثل که ما و شما یک چیز رو وزن بکنیم، بایع یعنی فروشنده و مشتری یک چیز رو وزن بکنه، نه، بلکه میخواهد که عدالت نسبت به همگی بیان بکنه، فضل این نفر نسبت به همگی عیان بکنه که ای که اگر به جنت میره ای همه اعمال و ثواب داره کسب کرده، ای که به جهنم میره یعنی به خاطر بیان فضل و عدالت خود کلی و تمام جهانیان کس ای را واضح بکنه که عدل خدا، انصاف خدا، فضل و رحمت خدا بالکل عیان و واضح و آشکار، نه به خاطری که به خود معلومات حاصل بکنه، نه. به همین ترتیب بی اعمال اعراض گم میشه، متلاشی میشه، ای کی باز وجود داره تا یکی وزن بشه. بعضی از حضرات علما رحمهم الله از اهل سنت و الجماعه رحمهم الله میفرمایند که وزن اعمال والوزن یومئذ الحق، وزن حق، آیه مبارکه باید میفرماید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، میزانها و ترازوهای عدالت را ما میگذاریم در روز قیامت، اونجی وزن میشه. یعنی چی وزن میشه؟ خود انسان ها وزن میشه. موتر خالیه، هنگامی که بار داخل او گذاشته باشه، پیش از این که بار گذاشته باشه با باسکول وزن شده، باسکول های بزرگ، بعد از این که باز از میدان بار بیرون میشه و اونجی باز یک وزن دیگه ما به الافتراق، این همون وزن کالایه که گذاشته شده. این انسان که آمد خب مکلف نبود، وزن زیر خب خدا میدانه که چیه، لیکن بعد از ای که میمیره ای با بارها رفته به حضور پروردگار رفته، ای باسکول پروردگار، ای میزان عدالت پروردگار ای را وزن میکنه که چی اندازه وزن این نفر.
یکی هست که ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، به پیش ما بالکل این وزن نداره، این سنگینی نداره، این حیثیت نداره، این ارزش نداره. کافر چیه که موز ارزش رو پیش پروردگار باشه، وزن میشه، خود نفر وزن میشه بدون بار به همراه بار. بعض دیگه میفرمایند که وزن خو اعراض هم وزن میشه، دماسنج ما داریم، تبسنج ما داریم و به می ترتیب صوت سنج ما داریم. اینا همین اعراضه که اعراض وزن میشه، رشتر وزن میشه. در چی درجه رشتر همین حرکت و همین زلزله قرار داشت و این همین عوارضه که وزن میشه. پس اعراض وزن میشه، در این دنیا وزن میشه. اونجا خداوند تبارک و تعالی نمیتونه وزن بکنه. و به می ترتیب این که میگه متلاشی میشن، نه حفظ میشن. همین عقل ما و شما مگه این چیزها حفظ نمیکنن؟ دیروز چکار کردی، پری رو چکار کردی؟ بالکل عقل بگذار که همین میموری که چند جیبی داره 30-40 سال پیش نفر عروسی کرده، حالا پس همون تصویر عروسی خود بعد از اینکه ریش سفید شد، خانم هم که از روز 20-25 تا زنج افتاده، این را پس مشاهده میکنه. اینا همین صورت ها اعراض دیگه، لیکن صوت ها در یک کست، در یک خود میموری دیگه ای جا میگیره، هزارها جیبی جا میگیره. ایش تو میشه که انسان بتونه یک چیز همه قدر پیدا بکنه که صوت و صورت اینا همگی را ضبط بکنه، لیکن پروردگار نتونه. خب بالکل به عقل جور در نمیاد. کسی که همین تو چیز بگه او خلاف عقل میگه. پس اعمال با وجودی که اعراضه ای باقیه و پیش خداوند تبارک و تعالی صاحب وزن، یک معیار سنجش مخصوصه از برای او می باشه و وزن میشه. پس وزن اعمال حق و الوزن یومئذ الحق، به او روز حق می باشه وزن. و هنگامی که ترازوها شد، همه وزن اعمال در احادیث میاد که به اندازه یک دفعه شیر دوشیدن می باشه. یعنی که نفر گو خود خور می دوشه یا گوسفند خود خور می دوشه، خیلی فرصت اندکه، به یک فرصت اندک وزن اعمال تمامی بنده ها خلاص میشه. به این جیره بود وزن که خلاص شد، نامه های اعمال داده میشه به مؤمن و مسلمان طائفه، به او کسی که پیرو پیغمبرها واقعا بوده، پیرو نبی ما محمد مصطفی علیه السلام نبی آخر الزمان بوده، به دست راست ایشان. و او کسی که به دست چپ او داده میشه دیگه معلومه که شقی می باشه، بدبخت می باشه. از پشت سر به دست چپ او داده میشه، زیرا از پیش رو یک تقدیرنامه را به کسی میدن، یعنی یک عزتنامه را به دست کسی میدن، از پیش رو به دست راست او. این خود صلاحیت نداره که تقدیر بشه، به دست چپ او از پشت سر به او داده میشه. اینجا که این صاحبان نامه اعمال به دست چپ چی میگه؟ یا لیتها کانت القاضیه، کاش که همین مرگ اوله که به ما رسیده بود و ما از دنیا رفتیم فیصله کن میشد دیگه باز ما بر نمیگشتیم. ما اغنا عنی مالیه، این مال ما، این دارایی ما، این ثروت ما، این حشم و خدمه که ما به دنیا داشتم یکی هم به ما فایده نکرد. هلک عنی سلطانیه، او بوتر که ما پرستش میکردم، گو پرست میگه، او گویر که ما میپرستیدم، یکی دیگه خورشید پرست که ما میپرستیدم، اینا هم که از همگی محو شد. چی که تکذیب میکنه، شیطان حتی او تکذیب میکنه و فقط تو را گفتم حالا تو دویدی، تو یک انگیزه دادم به طرف معصیت، تو دویدی. ما خود تو دعوت کردم دیگه، تو رو ما با زور کافر نکردم، تو رو از بخ گلوتو نگرفتم که تو برو، حتما خود تو رفتی. حالت عنی سلطانیه، این حجت هایی که من میگرفتم در دنیا
که این فرشته ها بنات الله مثلا، عیسی روح الله ابن الله مثلا، عزیر ابن الله معاذ الله، خورشید و ستاره و گوه پرستش میکرده و لات و منات و هبل و عزا، همگی آره درد سرساز شده. بلکه همین چیزهای بیجان همگی که از آتش جهنم بریزی شعله برتر میکنه. وقودها الناس والحجاره، از بالکل دربدریه، تباهیه نسبت به خود کافر. نسبت به کافر چی گفته میشه؟ چره ایتو کردی ایتو کردی ایتو کردی، من نوقش الحساب فقد هلک. کسی که با او در حساب رسی مناقشه شد، چرا ایتو کردی چرا ایتو کردی چرا ایتو کردی فقد هلک. با مسلمان چی گفته میشه؟ او هم در صورت که اراده پروردگار برده، ایتور کردی ایتور کردی ایتور کردی ایتور کردی، همه گیر بود تو بخشیدون، برو به جنت. به اینجا که پل صراط در مابین شیله جهنم زده میشه، شیله جهنم پل انداخته میشه. این پل صراط حضرات اولیاء کرام رحمهم الله میفرمایند همین دین اسلامه، همین صراط المستقیمه. کسی که در این دنیا بر راه راست بر دین اسلام رفته باشه، او راه به او کس خیلی آسان جلوه میکنه. رب سلم سلم، ای خدای من سالم نگه دار، که می تو برم به او طرف خود شیله جهنم، به او طرف که جنت نباشه، به او طرف نبرس. از او طرف هم که هست پیغمبر، از او طرف هم که هست دیگه شافعین بیا داره. اینجا دیگه باز اعمال انسانه، چراغ پیش روی انسان که در وادی هلاکت نفتکه اعمال صالحه انسانه. و یوم یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، از پیش رو از طرف راست همگی اعمال صالحه ایمان چراغانی میکنه جلو روی زیر. موتره که چراغ نداشت به شب میبینیم گاهی اوقات به این طرف میفتگه، گاهی اوقات به این کند و کبر میفتگه. بگن موتره که چراغ داشت. انسانه که چراغ ایمان با خود داشته باشه، همون نور ایمان، نور اعمال صالحه اونم میبره و انشالله سالم و غانم از همی پل او را تیر میکنه. او یکای دیگه منافقین، کافرها، کافر خو از اون اول مفتکه به جهنم، منافق طایفه خو باز او یک چیز ظاهرا سلام علیک دش با پیغمبر علیه السلام سجده دروغین خو میکرد، به اونجی سجده دروغین نمیشه. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، نمیتونه که سجده بکنه. چرا؟ سجده حقیقی نبود، از او سجده ریایی بود، سجده منافقتی بود، فقط به خاطری که خود را از شمشیر مجاهدین اسلام در امان نگه داره و مال خود را در امان نگه داره. این یک طبق خالص میشه، بالکل حرکت نمیکنه کمره. همین منافقین چی میگه؟ انظرونا نقتبس من نورکم، روی خود خورقه ای مؤمن متقی به طرف ما هم یک دور بده که همین چراغ تو مارم راه ما را چراغانی کنه، ما هم بتونیم که به طفیل تو حرکت بکنیم. قیل انظروا وراءکم فالتمسوا نورا، پشت سر خورسی بکنه، از اونجا نور طلب بکنه، اعمال خود خورسی بکنه شما که چی اعمال انجام داده، از او اعمال نور طلب بکنه. حالان که او اعمال نور نداشت، ریا بود، صنعه بود، کفر بود، در قلب مخالفت و بغض با پیغمبر علیه السلام بود. به او طرف میباشه حوض کوثر. هر کسی که رفت از این مشکلات نجات پیدا کرد، پیشتر عرق ریزی کرده بود از حول و حراس، حال هم تا به او طرف شیله برسه خیلی همینطور سلم سلم میگه، به اونجی که رفت نفس راحت میکشه و اونجی میشه حوض کوثر پیغمبر علیه السلام.
لکل نبی حوض، هر پیغمبر حوض داره و من این امید دارم که اکثر ورودن باشم. کسایی که به پیش میاد امت ما از همگی امتهای پیغمبرهای دیگه بیشتر باشه، بیشتر هم میشه انشالله. خب نزدیکی های قیامت یا کشتن یا اسلام. حضرت عیسی روح الله میفرماید یا مسلمان یا کی، یا کشته شدن. نصرانی ها همگی به شرف ایمان مشرف میشه، فقط یهودی ها از دم تیغ گذرانده میشن. پس همگی به شرف ایمان اکثرا که تقریبا 3/4 خود صف جنت مسلمان ها تشکیل میده. 4 حصه اگر بکنیم 3 حصه زور مسلمان ها تشکیل میده که به جنت داخل میشن. به اینجی گفتیم بعد از اینکه عظمی خود پل صراط تیر میشه، بعضی هست مثل برق وری تیر میشه، بعضی هست که به مثل سریع ترین خود اسب سوار تیر میشه، بعضی هست که به دویدن تیر میشه. این باز به اعتبار اعمال دیگه که اعمال چقدر کرده، چقدر به نزد خدا مقبول. بعضی هست که راجع لمت پیاده میره، بعضی هست که خزیده میره، از این طرف چنگک اور میخواه بگیره، از این طرف چنگک اور میخواه بگیره. لیکن بعضی سالم بازم سالم. یکی هست دیگه پاخل و چاخل کشیده میشه لیکن بازم خود خور میرسانه به او طرف. او طرف که رفت حوض کوثر که منشأ او از جنت میاد، همو خود سرچشمه او از جنت و یک شعبه او آماده به این طرف تقریبا بگم ساحل به مقصد رسیده به این طرف که گفتیم حوض کوثر پیغمبر خدا علیه السلام و منبری علی حوضی، منبر پیغمبر خدا علیه السلام که در این دنیا بر حوض کوثر گذاشته میشه. این میآید و به اندازه مسیر 1 ماه مسافت این حوضه که کسی حرکت بکنه، به اندازه 1 ماه مسیر این مسافت حوضه مربع می باشه. 4 ضلعی که طول و عرض همگی علی السویه برابر و آب او نباشه احلا من العسل، از عسل شیرین‌تر، ابیض من اللبن، از شیر سفیدتر و به تعداد ستاره های آسمان به کنار او گذاشته می باشه پیاله ها. لیکن ساقی حوض کوثر هم هست جناب حضرت امام قرطبی رحمه الله می فرماید که ساقی حوض کوثر خلفای 4 که به هر گوشه از این 4 گوشه 4 ضلعی حوض کوثر یکی از این 4 یار کبار می باشه و هر کسی که معتقد باشه به این 4 یار کبار از این حوض کوثر آب می نوشه. به یکی هم که بدگمان باشه، به یکی هم که لعن و طعن بگه، به یکی هم که سب و شتم بگه، به یکی هم که ناسزا بگه، از حوض کوثر پیغمبر خدا علیه السلام نمی نوشه. و من شرب منها لا یظمأ ابدا، کسی که از این حوض کوثر بنوشه دیگه باز تشنگی به او برنمید و ای که باز به جنت شراب طهور می نوشه، آب می نوشه و یا ای که خود شیر می نوشه، عسل می نوشه، از همین 4 نهر استفاده میکنه، او تلذذن می باشه، تفکهن می باشه، نه بخاطری که تشنه شده باشه، نه اونجی تفکهیه، تلذذ میگیره با این نوشیدن ها. بعد از او دیگه باز میشه موضوع خود یعنی بحث بعدی در شما موضوع جهنم و جنت می باشه. بس و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.